سلام بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی است که مهمترین تحولات تاجیکستان و جهان را با زحمت همکاران در تاجیکستان و پراگ تقدیم شما می‌گرداند. امروز سه‌شنبه 1 اکتبر است. حالا با موضوعهای نشر برنامه شناس شوید. ارتش اسرائیل در خاک لبنان به قول نظامیان اسرائیلی هدف عملیات زمینی از بین بردن امکانات جنگی گروه حزب الله است. اکنون نوبت به فرزندان مهاجران هم رسید. دومای دولتی روسیه طلب دارد که کودکان مهاجران فقط بعد سنجش به مکتب قبول شوند. بدانستن زبان در مکتب خواندن غیر امکان است. اکادمیک معروف تاجیک اکبر تورسون 85 ساله شد. این دانشمند امروز هم تحقیق و پژوهش‌های خود را ادامه می‌دهد. شخصیت‌هایی که مجسمه زمان هستند. همین من از عینی سر کردم. روز 1 اکتبر اسرائیل در خاک لبنان عملیات زمینی ضد گروه جنگی حزب الله مورد حمایت ایران را براه ماند و ارتش آن حالا وارد جنگ‌های سخت شده است. این عملیات اسرائیل با وجود مخالفت‌های ایالات متحده آمریکا و نگرانی از توسعه نزاعات در خاورمیانه شروع شده است. با اطلاع ارتش اسرائیل جنگ‌های سخت در جنوب لبنان جریان دارد و از ساکنان درخواست شده است که به خاطر امنیتشان از سفر با ماشین در سمت شمال تا جنوب لبنان خودداری کنند. اسرائیل گفت که عملیاتش در جنوب لبنان هدفمندانه و دقیق خواهد بود و هدفش حزب الله می باشد. با وجود دعوت‌های کشورهای جهان به ختم نزاع، اسرائیل گفت که فشار را بالای حزب الله کم نمی کند و سرحدهای شمالیش با لبنان را منطقه نظامی اعلام کرده است. ایالات متحده آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی نامیده است، در حالی که اتحاد اروپا تنها قنات نظامی آن را منع کرده، حزب سیاسی را به فهرست سیاه شامل نکرده است. حزب الله عضو پارلمان لبنان است. اسرائیل که هفته‌های اخیر ضد حزب الله لبنان عملیات نظامیش را شروع کرده است، هفته گذشته از قتل رهبر سابقه‌دار آن حسن نصرالله خبر داد. در تحولات نو در مسائل مهاجران در روسیه امروز دومای دولتی یک بسته قانون‌های محدود کننده حضور مهاجران را بررسی می‌کند. با اطلاع همکارم کیومر سیاتو، وکیلان تصمیم گرفتند که از این به بعد حضور عائله‌ها و از جمله کودکان مهاجران را هم تنظیم و محدود کنند. دومای دولتی اصرار دارد که کودکان مهاجران پیش از قبول شدن به مکتب‌های روسیه از سنجش دانستن زبان روسی گذرند. در این باره معاون رئیس دوما ایرینا یارویا در نشست خبری اظهار داشت. به تاکید این منصبدار روسیه، در حال حاضر در این کشور تقریباً 210,000 کودک شهروندان خارجی به تحصیل فرا گرفته شدند. در عین زمان افزود یارویا تقریباً 14,000 فرزند مهاجران به مکتب نمی روند و این عامل از طرف او خطرزا نامبر شد. معاون رئیس دوما ابراز داشت که وکیلان به سنجش حتمی دانستن زبان روسی از طرف کودکان مهاجران پای فشاری دارند. در مکتب خواندن معنای به دست آوردن دانش و معرفت را دارد. بدانستن زبان در مکتب خواندن غیر امکان است، زیرا برای خواننده که زبان را نمی‌داند دشواری پیش می‌آورد و در مکتب وضعیت مناقشه‌ای را به وجود می‌آورد. برای آموزگاران هم مشکل می‌آفرد که با آنها چگونه معامله کردن را نمی‌دانند. این پذیرفتنی نیست. در دومای دولتی همچنین تصمیم دارند که شماره درمانگاه‌هایی که می‌توانند معاینه طبی مهاجران را انجام دهند کم کرده شده، ترتیب معاینه باید با دقت نظارت گردد. یارویا میگوید که وکیلان می‌خواهند نامگوی بیماری‌های خطرزا را در بین خارجیان وسیع کنند تا حکومتداران نظارت را در این زمینه سخت‌تر کنند. معاون رئیس پارلمان روسیه درباره به کار گرفتن مهاجران نیز سخن کرد. ائتلاف سازمان‌های جمعیتی تاجیکستان ضد شکنجه خبر داد که در 6 ماه اول امسال 8 شهروند از شکنجه شدن در اداره‌های مقامات قدرتی شکایت کردند. آنها گفتند ماموران برای به دست آوردن اقرار آنها را لطو کوب کردند و با نیروی برق هم عذاب دادند.
در این گزارش همچنین از بدتر شدن شرایط کار برای وکیلان دفاع در تاجیکستان اظهار نگرانی شده است. مولو رجب یوسفی خبر را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ما است. مولو رجب سلام. گزارش ائتلاف ضد شکنجه چه جزئیات بیشتر دارد بگویید؟ سلام خیرامان و درود بینندگان عزیز. در گزارش نیم ساله ائتلاف آمده است که 6 نفر از شکنجه در ساختارهای وزارت کارهای داخلی و 2 نفر دیگر از رفتار بد ماموران آژانسی‌های ضد فساد و نظارت مواد مخدر شکایت کردند. از 8 نفری که به گفته خودشان هنگام بازداشت شکنجه شدند، 1 نفرشان زن و 3 کسی دیگر نابالغ بودند. به گزارش ائتلاف بازداشت شده ها از حبس‌های غیر قانونی و خودسرانه، زورآوری جسمانی یا لطوکوب، اذیت دادن با برق، تهدید تجاوز بر جبر دیده یا اعضای عائله او و تحقیر و پستن شکایت کردند، یعنی شکنجه همانا جای دارد. گزارش اینچنین از بعضی روندهای مثبت نیز یادآور شده است. از جمله امسال نسبت 3 کارمند شعبه کارهای داخلی در شهر خوجند با اتهام برآمدن از حد وکالت خدمتی پرونده جنایی باز شده است. جزئیات این پرونده ها فعلا معلوم نیست. دعواها برای رویانیدن ضرر معنوی از مقامات به گفته ائتلاف پدیده دیگری مثبت در راه مبارزه با شکنجه در تاجیکستان می باشد. مولا رجب، خودی مقامات در این باره چی میگویند؟ تلاش‌های ما برای گرفتن نظر مقامات در این باره بی نتیجه بود. سخنگوی وزارت کارهای داخلی به زنگ‌های ما پاسخ نداد. در آژانس نظارت مواد مخدر گفتند از یگان بازداشت شده درباره شکنجه شدنش شکایت نگرفتند. مقامات در گذشته بارها گفتند که نه همه شکایت‌ها از شکنجه در تاجیکستان اثبات و عاملان آن مجازات می‌شوند. و شما گفتید در گزارش ائتلاف ضد شکنجه از فشار به وکیلان دفاع زیاد شده است. بله دقیقاً در گزارش آمده است که شرایط کار برای وکیلان دفاع در تاجیکستان باز هم مشکل تر شده است. با گفته نمایندگان ائتلاف ضد شکنجه از ادوکات ها امضا میگیرند که در وقت تفتیش پیشکی جزئیات پرونده را فاش نکنند. ائتلاف این طلب را غیر قانونی نامیده است، چون به وکیلان دفاع امکان نمیدهد درباره پرونده به گروه یاری حقوق معلوماتی پوره بدهند. در گزارش همچنین از آن نگرانی شده است که وکیلان دفاع از واخوری فوری با زیر حمایه خود در بازداشتگاه محرومند. ماموران بازداشتگاه ها برای این اجازه خطی مفتش را طلب می‌کردند و این کار به درازا کشیده شده شرایط را برای شکنجه شدن بازداشت شده ها فراهم می‌آورده است. تشکر مولا رجب. و یادآور می‌شویم تاجیکستان برای بدرفتاری و شکنجه گمانبران در بازداشتگاه ها همیشه مورد انتقاد حامیان حقوق انسان میباشد. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. 25 سال در راه حمایت از ژورنالیستان و آزادی بیان، افت و خیزهای یک سازمان جمعیتی که حمایت از آزادی بیان را رسالت خود انتخاب کرده است. انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان نانسمیک 4 عصر پیش تأسیس شد و در این مدت بارها هم سنگ به تنش خورد و هم جایزه گرفت، ولی امروز هم در جبهه تقریبا تنها مانده و به مشکلات فراوان ژورنالیستان تاجیک رسیدگی می‌کند. مصاحبان برات یوسفی و علیشیر ظریفی میگویند خود تاریخچه کاری نانسمیک بیانگر وضع واقعی ژورنالیستیکا در تاجیکستان شده است. انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان طول 25 سال است که فعالیت خود را در پیوند با وضع سیاسی و اجتماعی کشور ادامه می‌دهد. این نقطه نظر برخی از شرکت‌داران در مراسم تجلیل از 25 سالگی تأسیس این سازمان بود. طول همین 25 سال فعالیت نانسمیک هم به همین شکل یعنی جریان داشت. آنجا که فعالیت‌ها یک فضای نسبتاً باز بود، نانسمیک هم به جرأت‌تر به نظر می‌رسید. آنجا که مثلا ما حالت‌هایی را داشتیم که مثلا باید صدا بلند می‌کرد ولی خاموشی را انتخاب کرد. برخی خبرنگاران و مسئولین رسانه‌هایی که در شرایط گوناگون جامعه به حمایت حقوقی نیاز داشتند میگویند از کمک انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان برخوردار بودند. من از دیگرها نمی‌خواهم یادآور شوم، لیکن در مثالی مثلا سودبازی هایی که هفته‌نامه فرج داشت، سودبازی هایی که هفته‌نامه سمک داشت،
سودبازی هایی که نشه منوتو داشت با شخصیت های گوناگون، سترکتورهای گوناگون، ساختارهای گوناگون، همیشه قرشبایف با ما در بر ما بود. همیشه کوشش میکرد که برای ما ادوکات انتخاب کنه. ادوکات خیلی از من بهتر میدونی که به پول یگان ادوکات کار نمیکنه. نانسمیت مبلغ همون ادوکات پیدا میکرد و اونو به واسطه در سالهای گوناگون ما دستگیری میکردن. در گذشته انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان در قضیه‌های دادگاهی روزنامه‌نگاران از آنها موفقانه پشتیبانی کرده است که برخی را از جریمه‌های هنگفت و از زندان شدن رهانیده است. ولی نورالدین قرشبایف رئیس این انجمن اقرار می‌کند که در سال‌های اخیر در حمایت روزنامه‌نگاران کم موفق بودند. سوال‌های زیادی هستند که این قضیه‌ها تا کدام درجه شفاف بررسی شدند، در دایره قانون بررسی شدند. انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان سال 1999 تأسیس یافته است، زمانی که کشور پس از امضای سازشنامه صلح هنوز به کاملیت ثبات نرسیده بود. در آن وقت تعداد رسانه‌های مستقل کم بود، اما انجمن به خاطر دستگیری آنها و مساعدت به رشد رسانه‌های مستقل به فعالیت شروع کرد. اکبر ترسان یکی از دانشمندان معروف تاجیک امروز 85 ساله شد. در آغاز درگیری‌های سیاسی و جنگ شهروندی یکی از چهره‌های فکری بود که میان طرف‌های سیاسی و نیروهای درگیر میانجیگی کرده است. بعدتر به آمریکا رفت و 17 سال آنجا بود. پس از یک ملاقات با رئیس جمهور امامعلی رحمان به تاجیکستان دعوت و مدت در مقام مدیر یکی از پژوهشگاه‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان کار کرده است. همکاران ما برات یوسفی و ارشاد سلیمانی به صحبت این دانشمند رفتند. من یک سلسله سر کردم و یه مقاله و چی کتاب میشد درباره همین پورتریت فرهنگ شناختی آدمان، شخصیت هایی که مجسمه زمان هستند. همین من از عینی سر کردم. روی غفور رو دیگه را. استاد شما سال 2011 گفتن که رئیس جمهور از امریکا دعوت کرد که اکادمیای علم‌های تاجیکستان اصلاحات کنید. من قبول نکردم. نکن چون که وعده همین بود که من وای تعیین میکنم معاون رئیس اکادمیا ویس پرزیدنت. لیکن ما آمدم من قبول نکردم و من نفهمیدم چه بشه. اولین کاری که همین سر کردم از شعبه علم‌های جمعیتی به اصطلاح و یک دیوار خطایی ساختم و میخواستم که من دست کارگرای این سه اینستیتوت رژیم سرنگون کنم. یگان پیشنهادی من شعبه قبول نمیکرد. بینندگان ارجمند این پوره مصاحبه بود و شکل پوره آن را در شکل پوره صحبت با اکادمیک اکبر ترسان را در شکل کامل میتوانید در سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی تماشا کنید. شما را به تماشای آن حتما دعوت میکنیم. بینندگان ارجمند نشر امروزه برنامه با همین به آخر میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش از این بیشتر را همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام تماشا کنید.